اتاسومان جون، ایدئال شما در عالم موسیقی کیست؟ ایدئال من در عالم موسیقی البته که برادر عزیزم سهراب جان شاکرов به حساب می روند که با نوازش ساز موسیقی قانون در ساحه صنعت کار و فعالیت دارند و در ساز موسیقی رباب نواختن آن را از استادم المعصوف خوشبخت آموختم و افسوس که آن کس در قید حیات نیستند. من ایدئالی خود را در سیمای استاد عزیزم میبینم. روحشان شاد بود. این لحظه میخوایم یک آهنگ با ساز رباب بهر ما و بهر تماشابینان اجرا میکردیم. باشه، تشکر.